روزه نازدانه ابی عبدالله بنت الحسین حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها جاش همین بغل حضرت معصومه سلام الله علیها است که به جرم این که ندارم پدر زدند مرا شبیه مادر در پشت در زدند مرا. خبر نداشتم اینها چقدر نامردند، خبر نداشتم اینها چقدر نامردند، خبر نداشتم و بیخبر زدند مرا. خدا کند که عمویم ندیده باشد چون پدر درست همین دور و بر زدند مرا. مگر به یاد که افتادند دشمنها که بین این همه زن بیشتر زدند مرا. صلی الله علی الباکین علی الحسین یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماهتون نازنین مردم ایران همیشه اسلامی. میدونم همتون با من کمترین و خادم و خاک پاتون هم داستانید که این روزها و شبها در ماه سفر، در ماه اسارت آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، قبل از هر کلامی عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم محضر پدرمون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون که آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام اعظم الله لک الاجر احسن الله لک العزا. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان همراهان نازنین شبکه قرآن، اونم مزین به نقش و نگار قرآن که یاد خدا رو نگاه میکنید. امروز هم یاد خدا رو نوش جان خواهید کرد با حضور اساتید معززی که خدمتشون هستیم و امروز افتخار دارم که در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج ابوالقاسم عزیز باشم. حاج آقا به شما سلام میکنم، عرض تسلیت مجدد به یاد خدا. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و عرض تسلیت سال روز شهادت 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام رقیه خاتون سلام الله علیها. عزیز باشید انشالله. حاج آقا در ارتباط نصرت الهی کلی با هم حرف زدیم و مردم الحمدلله پای درس قرآن مستفیض و محظوظ و مستفیض شدن. اما میخوام به اینجا بپردازیم که در رابطه با پیامدهای دنیا پرستی که یکی از اتفاقات و مجراش میتونه در واقع همین مسئله ترک جهاد باشه که این روزها و شبها داریم درباره‌اش حرف میزنیم. از سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام علیه آیات متعددی رو خوندیم. امشب میخوام خاصتا به این ماجرا بپردازیم که آیا این اتفاق، این ماجرا هست، فرض بکنید ما بی‌طرف باشیم، ما تماشاشی باشیم، چی کار داریم، چه خبره، ما در واقع تو جبهه دشمن نباشیم اما در واقع اقدام خاصی هم قرار نیست بکنیم. آیا این پیامدی واسه ما خواهد داشت؟ بله، سوال بسیار خوبی است و موضوع مطالعه و بحث فراوانی میتونه باشه. در واقع با توجه به عراضی که در این روزهایی که خدمت بینندگان رسیدیم عرض کردیم، نصرت الهی به معنای یاری کردن خدا در قالب حضور در جبهه‌های نبرد و جهاد با دشمن محقق میشه. و عرض کردیم بر اساس آیه 7 سوره مبارکه محمد ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما به نصرت الهی مبادرت بورزید خدا هم شما رو یاری میکنه. این اگر شما آمدید در میدان جهاد نترسیدید، محکم مقابل دشمن ایستادید، خدا شما رو یاری میکنه، نصرت الهی شامل حالتون میشه و پیروز میشه. این وعده الهی است. این وعده الهی است. حالا سوالی که مطرح است که شما بیان فرمودید این است که آقا نمیشه ما یه گوشه‌ای باشیم، حالا نمیریم توی صف دشمن، ما قطعا حامی عرض کنم که کوفیان و شامیان و عبیدالله و امثال اون نیستیم، ما دلمون با امام حسین، اما حالا اجازه بفرمایید در مرخصی باشیم، یه گوشه‌ای بایستیم و نه با دوست باشیم و نه با دشمن، اهل نصرت امام نباشیم اما در سپاه دشمن هم قرار نگیریم، یه راه سومی رو انتخاب بکنیم.
در پاسخ این سوال من اشاره میکنم به آیه از سوره مبارکه محمد، آیه 22 و 23. بینندگان عزیزی که عرایض ما رو تو این 2-3 هفته شنیدن مستحضرن. من بیشتر حول و حوش آیات سوره مبارکه محمد سخن گفتم. سوره که سوره قتال است، سوره جهاد است. خدا در این سوره ما رو به جهاد داره دعوت میکنه. وقت در اواخر سوره آیه 22 و 23 میفرماید خب اگر جهاد نرفتید میدونید چی میشه؟ این آیات پاسخ همین سواله. فرماد فهل عسیتم ان تولیتم، آیا جز این است؟ این تعبیر رو اگه بخوایم درست ترجمه بکنیم چنین تعابیری باید به کار ببریم. آیا جز این توقع می رود که اگر شما در جهاد شرکت نکردید به این 5 بلیه گرفتار بشوید؟ آیا جز این است؟ استفهامیه. آره. در واقع خدای متعال به 5 تا پیامد برای ترک جهاد اشاره میکنه. یعنی اونایی که جهاد نمیان، که علت جهاد نیامدن چیه؟ دلبستگی به دنیاست دیگه. ولی اون طرف خب باب رحمت، باب شهادت بازه. چرا یه عده دوست ندارن شهید بشن؟ چون هنوز به دنیا وابستن، علاقه‌مند به دنیا. خدا میگه میدونید اگر نیامدید و به این علاقه قلبیتون به دنیا و به این وابستگیتون دامن زدید، میدونید چی میشه؟ 5 تا بلا سرتون میاد. اول ان تفسدوا فی الارض، اگر نیامدید در فعالیت‌های جهادی و در رکاب ولی قرار بگیری، آلوده به فساد خواهی شد. اونهایی که در خط مقدم یا پشت صحنه در رکاب ولی و زیر پرچم او قرار نمیگیرند، به دنبال یه زندگی آرام و یک راه میانه و یک مسیر سومی هستند، اینا به مرور میگندن در زندگی، مبتلای به فساد میشن. مال و ثروتشون خرج مفاسد و خرج شهوات و خرج گناهان و معاصی میشه. این اولین پیامد. به این فساد چیزی جز تباهی ببین نداره. حالا این فساد من عرض میکنم چیا هست. ما روایات متعددی داریم، من همین پیامد اول میخوام توضیح بدم. گرفتار فساد شدن. روایات متعددی داریم از چند امام، من 3 تاشو میگم، از پیغمبر، امام باقر، امام کاظم سلام الله علیهم اجمعین. میفرمان اگر شما خودت را، داشته‌هایت را، اموالت را در راه ولی خدا هزینه نکردی، مجبور میشوی 2 برابرش را در مسیر معصیت هزینه کنی. من خیلی بده. من 2 تا عبارات رو بخونم. پیغمبر اکرم فرمود من منع ماله من الاخیار اختیارا صرف الله ماله الی الاشرار اضطرارا. کسی مالش را اگر با میل و رغبت در اختیار ولی خدا قرار نداد، یعنی خواست فرار کنه از جهاد. مال که میگه بالا هم از آبرو، حتی جانم یکی از داشته های ماست. نیومدیم گفتیم آقا ما بریم به گوشه‌ای، خدا کاری میکند مالش را با اضطرار در اختیار اشرار بگذارد. سبحان الله. این سنت الهی. دوم امام باقر علیه السلام، من لم ینفق فی طاعت الله ابتلی بان ینفق فی معصیت الله. کسی که در مسیر اطاعت خدا انفاق نکرد، هزینه نکرد، مبتلا می شود که در مسیر معصیت خدا هزینه کند. من لم یمش فی طاعت الله ابتلی بان یمشی فی طاعت عدو الله. اگر کسی در مسیر حاجت ولی خدا نرفت، گرفتار می شود که در مسیر حاجت دشمن خدا قرار بگیرد. سوم امام کاظم علیه السلام، ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. نکن از هزینه کردن در راه خدا بپرهیزی، 2 برابرش رو میری در راه معصیت هزینه میکنی. ببینید اینایی که اهل خمس و زکات نیستن، زورش میاد خمس بده. حالا مثلا گاهی میبینی حساب کتاب هم که میکنه مبلغی نمیشه، چون خمس خیلی توش تسهیل هست. خیلی مازاد معونه سال بعد از کسر همه هزینه های واجب و مستحب هرچی مونده ته حساب که هیچ نیازی بهش نداری، 1/5 باید بپردازی به مرجع تقلید. بعضیا نمیدن. اینا که این پول رو نمیدن، گاهی میبینی چندین برابر این پول خرج معصیت میکنن. همینطور مجالس لهو و لعب، مجالس فساد، سفرهای معصیت آلود. سنت الهیه. پس نکته اول، فکر نکن اگر
از جبهه فاصله گرفتی و گفتی من کاری به جهاد شما ندارم، یه گوشه ایستادی، درست. یه زندگی آبرومند خداپسندانه ای خواهی داشت. مثل آبی که در باتلاق میگندد تو خواهی گندید. زندگی تو آرام آرام یک زندگی پرفساد می شود. اونی که زندگی ما رو بهش روح میده، معنا میبخشه و در مسیر خدا قرار میده، جهاد است. پشت سر امام و در رکاب امام حرکت کردن است. درست. این نکته اول. بسیار خوب، همینجا نگه داریم آقا، اجازه بفرمایید یه فرصتی بگیریم مجددا برگردیم. الحمدلله بحثمون خیلی داغ شده و میدونم مردم هم همراه و هم قدم و هم نفسه با یاد خدا خواهند بود. بفرمایید، خواهش میکنم. من هم میزبان زائران حسین ابن علی در اربعین هستم. یک پویش و یک اتفاق و یک جریان خوشرنگ و پررنگ مال شماست مردم، واسه اونایی که میخوان سهمی از خودشون بیادگار بذارن تو آسمون پرستاره خدا. کافیه که عدد 22 رو به سرشماره 3011-22 ارسال بفرمایید تا شما هم بتونید سهیم باشید در پی خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب 1080، موکبی که مزین هست به نام نامی حضرت کریمه آل طه فاطمه معصومه سلام الله علیها. حاج آقا ما داریم جرعه نوشی میکنیم از معارف قرآن و اهل بیت. بله، عرض کردم کسی که در رکاب ولی و در مسیر جهاد گام بر ندارد فکر نکنه که میتونه یه زندگی مؤمنانه و آبرومندی داشته باشه. او مبتلای به انواع و اقسام مفاسد میشود به عنوان اولین پیامد ترک جهاد. دوم، مبتلای به قطع رحم میشود. ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. آخه کسی که جهاد نمیره، چرا جهاد نمیره؟ چون مالشو میخواد، جونشو میخواد، دنبال منافع شخصیه. اینجور آدم ها نوعا یه حصاری دور خودشون میکشن، با فامیلاشون هم قطع ارتباط میکنن. چرا؟ چون اگه در رو باز بکنه بالاخره توی بستگان خویشاوندان فقیر هست، نیازمند هست، گرفتار هست، مجبوره هی جواب اینو بده، جواب اونو بده. لذا این آدمایی که اهل جهاد و اهل خدمات جهادگونه نیستن معمولاً با فامیلشون هم قطع رابطن. بله. میره تو لایه رفاقت با ثروتمندان و رفاقت با آدمایی که مانند خودشن. خیلی با بستگان ارتباطی نمیگیره. این دو تا اشکال. من این رو میخوام در یک برش عرض کنم که کلانتر مورد بررسی قرار بدم. فساد در عرض حالا گاهی مال افراد، گاهی مال امت هاست. ببینید امت هایی که اهل جهاد نیستن اونا مبتلای به فساد میشن، مبتلای به قطع رحم میشن. امروز امت اسلام و کشورهایی که اسم خودشون اسلامی گذاشتن دقیقاً مصداق این آیه هستن. نیومدن جهاد کنن در رکاب ولی خدا در برابر دشمن مسلمان ها. بله. مبتلا شدن به فساد در زمین. ببینید تو کشورهایی که اسمش اسلامیه بدترین مظاهر فساد در همین کشورهای عربی، مظاهری که تو کشورهای اروپایی گاهی نیست اینجا یافت میشه. در بعضی از این کشورها که انسان شرمش میشه، ولیعهد عربستان اعلام کرده که در سال 2026 600 نقطه در سرزمین حجاز مشروبات الکلی عرضه میشود. ببینید وقتی کسی پولش رو نیاورد در رکاب ولی و در راه جهاد و مقابل دشمن قرار بده، این پول میره توی بستر فساد هزینه میشه. یعنی این تولیتومه، این اعراض از حق، این پیامدها رو داره. بله. دوم قطع رحم. ببینید وقتی پیغمبر و امیرالمؤمنین پدر امتن، پس اعضا و آحاد امت برادران یکدیگرن. بله. فلسطینیا برادران ما هستن. این آقایان به ظاهر مسلمان که اهل جهاد نیستن پولاشون کجا داره میره الان؟ آیا این پولها برای کمک به برادرانشون در فلسطین صرف میشود؟ خیر. چه رقمایی که کجا داره خرج پولا میشه؟ جاهای دیگه میره. دیگه همه شنیدن در همین سفر اون منحوس رئیس جمهور امریکا به منطقه ما 1.4 تریلیون دلار پولهایی بود که این کشورها تقدیم ترامپ کردن. چقدر سیاه. توی برنامه عرض کردم برای بازسازی غزه 52 میلیارد دلار پول لازمه. این رقمی که اینها هزینه کردن 26 برابر پولی است که برای بازسازی غزه لازمه. یعنی با این پول 26 تا غزه میشه ساخت. این پول یک جا تقدیم رئیس جمهور امریکا میکنن. آیا این قطع رحم نیست؟ آیا این قطع ارتباط با برادران مسلمان محتاج نیازمند اینها نیست؟ این وعده قرآن دیگه. ببینید شما اگر فکر کنید من میتونم یک کشوری باشم نه جزو محور مقاومت نه جزو مستکبران عالم، مثلا عربستان، نه جزو محور مقاومت هم که مقابل اسرائیل بایستم،
نه اینکه حالا در صف امریکا و کشور اروپایی و حمله کنندگان به رژیم به مردم مظلوم غزه. من وسطم. وسط ما نداریم. شما اگر فکر کردی راه سومی رو انتخاب کردی مبتلا میشوی به فساد در ارض و قطع رحم. این دوتا. سومین اولئک الذین لعنهم الله، مبتلا به نفرین الهی هم شدن. چنین امتی و چنین اشخاصی اشخاص نفرین شده ای خواهند بود، مشمول لعن خدا و اولیاء خدا میشن و جامعه‌ای که مشمول لعن خدا و اولیاء خدا شد روی سعادت رو نمیبیند. امام حسین علیه السلام به مردم کوفه در روز عاشورا فرمود و ایم الله، قسم به خدا، لارجو ان یکرمنی ربی به شهاده، امید دارم که پروردگارم مرا با شهادت گرامی بدارد. بعد و ینتقم لی منکم، و انتقام من را از شما بستاند. به مردم کوفه گفت. اینطور نیست که شما فکر کنی حالا اگر رفتی یه گوشه، حالا مردم کوفه یه عده‌شون توی عرصه جنگ بودن یا دم نبودن دیگه، تو خود کوفه بودن، شاید یه عده‌ای هم به هر دلیلی نتونسته بودن یا نخواستن یا فرار کردن، ولی این نفرین حضرت شامل حال اونام شد. یه کسی سوال کرد خدا چجوری از ما انتقام بگیره، ما وقتی تو رو کشتیم دیگه تو رفتی تمام شده. فرمود یلقی بأسکم بینکم و یسفک دماءکم، خدا اختلاف رو در بین خودتون می اندازد، خون شما بر زمین می ریزد، گرفتار می شوید، عذاب سختی به سراغتون میاد. حضرت آقای اسلامی عزیز بعد از شهادت امام حسین در کمتر از 10 سال چند جنگ بزرگ در کوفه رخ داد و چند هزار نفر از مردم کوفه کشته شدند. وقت داریم و وقت نداریم. فکر می‌کنم یک بخشی رو باید ببینیم مجددا، در واقع برگردیم و خدمت شما باشیم و بهره مند بشیم. بخشی تقدیم نگاهتون میشه کماکان یاد خدا پیشکش نگاه شما زیبا پسندان خواهد بود. کشته شدن. فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. جای دیگه خبری نیست، همه خبرها همینجاست در پیشگاه خدای متعال. الحمدلله و المنه که داریم نفس میزنیم با قرآن و معارف آل الله علیهم صلوات الله اجمعین. حاج آقا جنبندی بحث رو بشنویم از لسان شما. خاله عرض ما این بود که اگر کسی از جهاد بگریزد 5 تا بلا سرش میاد. اول اینکه فرمود مبتلای به فساد می شود. دوم اینکه مبتلای به قطع رحم می شود. سوم اینکه تبدیل به یک امت نفرین شده خواهد شد، مثل مردم کوفه که عرض کردم در این مدت کوتاهی چند هزار نفر اینها بعد از شهادت امام حسین کشته شدند. بله. چون حضرت اونها رو نفرین کرد. اما امتی که اهل جهاده خود امام براشون دعا میکنه، امام حق برای اونها دعا میکنه. چهارم و پنجم هم عرض بکنم، میفرماید که فاصمهم و اعما ابصارهم، کسانی که دنیا طلبند و به خاطر دنیا طلبی پشت امام حق رو خالی میکنن، اینها کر میشوند و کور میشوند. خدا گوش اینها رو کر میکنه، صدای ناله مظلومان رو نمیشنوند. ببینید مردم کوفه، مردم شام صدای گریه بچه های امام حسین رو مثل اینکه نمیشنیدن، صدای العطش بچه های امام حسین رو در روز عاشورا اینا نمیشنیدن. خدا اینها رو کر میکنه و خدا اینها رو کور میکنه، چشم بر حقایق میبندند، میبینند عده‌ای در مقابلشون سلاخی میشن اما مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. این پیامدهایی است که خدای متعال وعده داده اگر کسی اهل جهاد، اهل انفاق، اهل هزینه کردن در راه حق نبود، هیچ اقدامی در این راستا نمیخواست بکنه، به این 5 بلیه گرفتار میشه، مبتلای به فساد در زمین میشود، مبتلای به قطع رحم میشود، امت نفرین شده خواهد بود. اگرم شخص باشه این شخص نفرین شده و خیر روی عرض کنم خیر رو دیگر در زندگی نخواهد دید. خدا او رو کر میکند و خدا او را کور میکند، حقایق عالم را نمیبیند، صدای اولیاء خدا را نمیشنود، صدای مظلومان رو نمیشنود و این یک سرنوشت بسیار ناگواری است که در سایه ترک جهاد برای انسان ایجاد میشه. خیلی تکان دهنده است. ان شاءالله که بتونیم با مؤانست و مجالست با قرآن. یک روایتی میخوندم که وجود نازنین پیغمبر سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام علیه رو در نماز مغربشون میخوندن و مداومت داشت. ان شاءالله که روزی همه اهل ایمان بشه. حاج آقا خیلی ممنونم از شما. سلامت باشید، موفق باشید. سلامتیتون و صحتتون دعا میکنیم. خدا حفظتون. خیلی ممنون و متشکرم. نازنین مردم
ایران همیشه اسلامی، اهل ایمان. نوش جونتون باشه، گوارای وجودتون باشه. جرعه نوشی از معارف اهل بیت. مسک الختام ماجرای یاد خدای امشب این باشه که با اینکه دو دست کوچکش را بستند، دستش به کرم از همه کس بازتر از. گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گریه کرب و بلای همه را باز کند. خیلی ممنون و متشکرم براتون. آرزوی بهترین ها دارم. ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. هوای دلتون خوش. التماس دعای حسین و خدایا را نگهدار همتون باشه. خیلی ممنونم.